به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام خدمت شما شاگردان عزیز، تمامی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. خدا کنه تمامیتان جور و صحتمند باشین. بیاین که بخیر درس امروز خدا آغاز بکنیم. درس امروز ما تاریخ صنف 12 است، درس سوم. این درس البته در مورد سوقیات نظامی احمد شاه بابا است که در چندین بخش مطالعه خواهد کردیم که امروز بخش اول مطالعه میکنیم که از صفحه 11 تا 12 کتاب را شامل میشه. خب است یک بار بریم درس گذشته را یادآوری بکنیم، ببینیم که احمد شاه بابا چگونه به خاطر تحکیم یک دولت مرکزی وارد عمل میشه و چی اقدامات را انجام میده. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. گفتیم احمد شاه ابدالی زمانی که پادشاه افغانستان انتخاب میشه میایه یک سلسله اهداف برای خود ترسیم میکنه و به خاطر تعقیب کردن این اهداف پلان ها میرزه و کارهای عملی را انجام میده. مثلا اولین هدفش بالاخره امی بود که بیایه وحدت ملی در افغانستان دوباره پس تأمین بکنه و دولت مرکزی افغانستان را دوباره احیا بکنه و دوباره زنده بسازه. و دومین هدفش هم تأمین سرحدات طبیعی افغانستان بود که از دریای آمو تا دریای سند را شامل می شد. و سومین هدف احمد شاه ابدالی مقتدر شدن بود، یعنی قدرتمند شدن تا ای که بتانه از حملات احتمالی دولت‌های همسایه بتانه از خود دفاع بکنه. به این لحاظ احمد شاه ابدالی اقدامات عملی را روی دست میگیره. در کنار این جنبه ها احمد شاه ابدالی از بود شخصیتی یک کسی است که به عرفان و به ثقافت بسیار زیاد علاقمندی داره و حتی در عرصه پرورش دانشمندان و شعرا گام‌های عملی را میمانه و دانشمندای تاریخ در این زمان خیلی میتونن کار بکنن، کتاب‌های خودشان را چاپ بکنن و بالاخره تکمیل بکنن در این زمان. در کنار این مسائل احمد شاه ابدالی یک موزیم را هم در قندهار تأسیس میکنه که به نام موزیم بیت الشرف یاد میشه. این بود یک سلسله کارهای مقدماتی که احمد شاه ابدالی انجام داده بود. در درس امروز میریم معلومات خود را افزایش میتیم در مورد ای که احمد شاه ابدالی به خاطر که به هدفهای خود برسه از لحاظ نظامی کدام کارها را آغاز کرد که هدف امروز ما هم این موضوع تشکیل میده. میخوایم در مورد سوقیات نظامی احمد شاه ابدالی بیشتر صحبت بکنیم. احمد شاه بابا زمانی که به قدرت میرسه شاگردان عزیز، این زمانی است که افغانستان از یک طرف توسط قوای اجنبی و بیگانه تجزیه شده بود و اشغال شده بود و به این خاطر احمد شاه بابا به خاطر که بتونه اشغالگران بیرون برانه و بتونه دوباره پس سرحدات افغانستان که توسط این دولت ها اشغال شده بود دوباره پس به اختیار خود در بیاره، مجبور میشه که یک سلسله سوقیات و یک سلسله سفرهای نظامی یا لشکرکشی ها را انجام بده که به همین ترتیب اولین سفر خود را در سال 1747 مصادف به سال 1748 یعنی سفر اولش در این بین صورت میگیره. بریم در مورد شرح بیشتری حادثه هایی که در سفر اول احمد شاه اتفاق افتاده صحبت بکنیم. خان جهان خان که است سپهسالار بود که از طرف غزنی، کابل و جلال آباد این شخص بالاخره میتونه تا به پشاور و سواحل سند هم برسه و ناصر خان والی کابل و پشاور که هنوز در قدرت بود در این زمان میخواست که با کمک قشون ایماق و ازاره ها بیاین اینا با قوای افغانی بجنگن، اما قشون ایماق و ازاره از جنگ خودداری میکنن و از جنگ کردن بالاخره امتناع میورزن و احمد شاه بابا هم به طرف شرق حرکت میکنه و در مسیر راه خود به استقبال گرم مردم روبرو میشه و به همین ترتیب والی پنجاب که در جنگ با احمد شاه بابا مقاومت نتونسته بود به لاهور فرار میکنه و احمد شاه بابا میتونه به راحتی لاهور تصرف بکنه.
زمانی که احمد شاه بابا لاهور تصرف میکنه، در اینجا شاهنشاه هند از پیشروی افغانها به هراس میفته و اینجاست که بالاخره احمد شاه مغولی ولیعهد این شخص میآید صدر اعظم خود که قمرالدین نام داشت ایره با یک تعداد قوای زیاد به خاطر مقابله با افغانها روان میکنه و قوای افغانی را این قوای این شخص میتونه مورد حملات خود قرار بده و تحت حملات آتش توپخانه های خود قرار میده که افغان ها در این حملات البته تلفات زیاد را میتن. بالاخره احمد شاه وقتی میبینه که نمیشه در اینجا مبارزه بکنیم، مجبور میشه که پنجاب دوباره به میرمنو تسلیم بکنه و ملتان به زاهد خان واگذار بکنه و دوباره خودش بیایه به خاطر آرام شاندن یا فرونشاندن شورشی که توسط لقمان خان که برادرزادش بود برای انداخته بود میایه بالاخره پس دوباره به قندهار مراجعه میکنه. این بود ماجرای سفری اول احمد شاه بابا. گفتیم که اینی نتایج داشت و میریم در مورد سفر دوم احمد شاه عبدالی صحبت میکنیم که سفر دوم احمد شاه بابا در اولای سال 1749 میلادی به طرف هرات صورت میگیره. احمد شاه به طرف هرات میره. چرا به هرات میره؟ به خاطر که 3 نفر از حاکمان نادر افشار اونا به احمد شاه بابا تسلیم نشده بود. در کنار که تسلیم نشده بود دست به یک سلسله اقداماتی دیگری زده بود و از جمله ای فرماندهان و یا حاکمان نادر افشار یکی اونا درویش خان هزاره بود که طرفداری خود بالاخره مجبور میشه که از احمد شاه بابا اعلان بکنه و هرات توسط احمد شاه بابا به همین شکل تسخیر میشه و دوباره پس اونمو درویش خان که به احمد شاه بابا تسلیم شده بود و حمایت کرده بود باز هرات بالاخره به همین شخص واگذار میکنه و این شخص من حیث والی هرات تعیین میکنه. و صنفتان سوال داره در مورد شاه ولی خان سوال داره فکر کنم. خب بفرمایید سوالتانه. شاه ولی خان کی بود؟ بسیار خوب، میگن شاه ولی خان کی بود و خوب است در مورد کارکردهای شاه ولی خان هم صحبت بکنیم. و شاه ولی خان صدر اعظم احمد شاه بابا بود که بالاخره توسط احمد شاه بابا مأمور میشه که برای به طرف سمت شمال سفر بکنه و بعد از اینکه گفتیم در سمت شمال دولت جنیدی رو به انحطاط رفته بود و این شخص به شمال سفر میکنه و در اون زمان البته دولت جنیدی که ورشکست میشه در مرو، فاریاب، جوزجان، بلخ، خلم و بدخشان و تخارستان اینا خود مختار میشن و میاین دولت های مستقل خودشان را اعلان میکنه که البته شاه ولی خان زمانی که به این جاها سفر میکنه میتونه که این ولایات را یکی پس از دیگری تصرف بکنه و دوباره پس به حکومت مرکزی مدغم بسازه و اینی بود سفر دومی احمد شاه عبدالی. سوال دارین فعلا؟ خب سوال که ندارین میریم طرف سفر سوم احمد شاه عبدالی. در بهار سال 1705 میلادی بود که عباس قلی بیات که در نیشاپور زندگی میکرد این شخص بغاوت میکنه و احمد شاه بابا مجبور میشه که به خاطر بغاوت این شخص به نیشاپور سفر بکنه و در زمان سفر احمد شاه بابا در نیشاپور عباس قلی بیات در مقابل احمد شاه بابا به مقابله میپردازه و بالاخره سرانجام شکست میخوره از احمد شاه بابا و احمد شاه بابا دوباره وقتی که شخص شکست میخوره حتما معذرت خواهی میکنه و بالاخره به پای احمد شاه میفته و احمد شاه هم این شخص را عفو میکنه و دوباره پس من حیث حاکم نیشاپور تعیین میکنه و دوباره پس به هرات برگشت میکنه احمد شاه و در این زمان است که اطلاع حاصل میکنه یا خبر میتن برای احمد شاه که میرعلم خزیمه به مشهد حمله کرده که در اون زمان در مشهد نواده نادر افشار حاکم بود که شاهرخ نام داشت و این شخص نابینا بود و بالاخره او شخص زمانی که اطلاع پیدا میکنه که خزیمه به این دربار مشهد حمله کرده و نواده نادر افشار خلع کرده بود از حکومت و به همین خاطر
احمد شاه چون گفتیم قبلا در اردوی نادر افشار بود، یعنی یک رابطه اسنه و یک رابطه دوستی در بین اینا وجود داشت. به این خاطر احمد شاه میره و این موضوع را حل میکنه و میرالم خزیمه را مغلوب میکنه و دوباره شاهرخ نابینا را امنیتش برقرار میکنه. بریم شاگردان عزیز در مورد سفر چهارم احمد شاه عبدالی صحبت بکنیم. سفر سوم فهمیدین درست است کدام اتفاقا به وقوع پیوسته بود. در سال 1751 میلادی است که گفتیم از شخص به اسم میرمنو یاد کرده بودیم و میرمنو که گفتیم احمد شاه پنجاب برای شخص واگذار کرده بود. میرمنو به خاطر مالیاتی که قبلا با احمد شاه تعهد کرده بود که من مالیات میتونم برای خودت، این شخص بالاخره به می وعده خود خلاف وعده خود عمل میکنه و بالاخره تعلل میورزه و احمد شاه بابا نماینده خود را پیش این شخص روان میکنه. اما باز هم میرمنو از دادن مالیات خودداری میکنه. اینجاست که احمد شاه بابا دوباره مجبور میشه به شرق سفر بکنه و میرمنو که والی پنجاب بود ایره بالاخره امی میرمنو به خاطر که بتانه احمد شاه را مانع آمدنش شوه سپهسالار خودش را که گورامل نام داشت ایره در مقابله با احمد شاه میفرسته و این شخص با احمد شاه جنگ میکنه که البته این جنگ در منطقه شادره واقع میشه که گورامل اینجا به قتل میرسه و بالاخره شکست میخوره و میرمنو مجبور میشه که از احمد شاه دوباره مزد خواهی بکنه و عفو بخواه و احمد شاه بابا بالاخره میرمنو را باز هم در اثر ای به حساب سرکشی هایش میبخشه و عفو میکنه و دوباره من حیث والی پنجاب مقرر میکنه. بعدا میرمنو تعهد میکنه که من ولایت پنجاب و ملتان برای افغانستان بالاخره تسلیم میکنم و میسپارم. احمد شاه به خاطری که امی تعهدش رسمیت پیدا بکنه نماینده خود که قلندرخان نام داشت این شخص را به خاطر مهر تایید امی بالاخره سندی که نشان میده پنجاب و ملتان مربوط افغانستان شده ای را روان میکنه به دربار دهلی تا مهر بکنه و به امی ترتیب است که پنجاب و ملتان و سند متعلق افغانستان میشه و به افغانستان تسلیم داده میشن و در اخیر سالهای 1751 میلادی است که احمد شاه بابا یک سپاهی را تحت قیادت خواجه عبدالله به خاطر الحاق یا گرفتن یا پیوستن کشمیر روان میکنه از طریق اتک و حسن عبدال. یک مناطقی است که بالاخره به کشمیر روان میکنن از این مناطق نماینده خود را و اونا میرن اما خواجه کشمیر یا بزرگ کشمیر بالاخره کار میکنه مناسبات خود را با دولت هند قطع میکنه و به همین ترتیب الحاق کشمیر به افغانستان اعلان میکنه و به همین ترتیب است که سفر چهارم احمد شاه عبدالی هم به پایان میرسه. تا سفرهای بعدیش که بخیر در درس بعدی مطالعه خواهد کردیم خوب است یک بار خلاصه درس را بیان بکنیم. احمد شاه بابا زمانی که به قدرت رسید و دید که یک تعداد از خاکهای افغانستان توسط دولت‌های بیگانه اشغال شده یا تصرف شده، به همین خاطر که دوباره پس بتونه مناطق را دوباره بگیره میآید یک سلسله سفرهای نظامی یا لشکرکشی‌های نظامی را آغاز میکنه که از جمله دستاوردهای این سفرها گفتیم الحاق شدن یا پیوستن پنجاب، ملتان و سند است که دوباره به اینا به افغانستان تعلق میگیره و خیلی دستاوردهای دیگه که در این درس در موردش صحبت کردیم. حال دیگه آماده کارخانگی هستین درست است؟ خیلی خوب نشه بکنین. یک سری سوال با عنوان کارخانگیتان. سوال اولتان سفر اول احمد شاه بابا در کدام سال اتفاق افتاد؟ سوال دوم درباره سفر سوم احمد شاه بابا معلومات دهید و سوال سومیتان میرمنو کی بود؟ انشالله که در درسایتان موفق باشین و خدا کنه که چیزی مبهم باقی نمانده باشد درس امروز. تا درس آینده خداوند یار و مددگار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.